салому алайкум дӯстони азиз. Шумо аз камшавии мӯи сатан хисӣ мекашед ва аз камшавии риш ва мехоҳед бузбала шавед ва баръакс хароб шудан мехоҳед ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. Пас ҳеҷ хавотир набошед ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости Аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда занг занед. ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад, дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман занг занед. Шуморо интизор ҳастам. اوه ای بچه با تو کی؟ شوکت، تو نام مرا کجا میدونی برادر؟ پیش از تو را کشتن یک سوال دارم. بخیر باشد انشالله. جنگاور کیست؟ ای بچه من با جنگاور مانندم. من جنگاور پنگاور نیستم. کلتاکیلس و کمال سیاه، امشب جزای اژدهار سرخ را میبینید. جنگاور کی هستی تو؟ چی میخواهی؟ کی بودنم را حاضر میفهمی؟ امشب بسیار امری معروفی خوب شده. برکت یابد هجری. بله بسیار خوب شده که خدایا این چی هست؟ به این آدم ها چیده شده است که ببینیم. وای این کنان است. اینها آدم هایش
آخر اینها رو کی گوشته باشد دوستم؟ رک زودیاری تجیلی را زن خدایا یا خدا. الو، تو را پاره میکنم جنگاور. برادرم را کشتی، من تو را میکشم. تو کی هستی؟ برادرت کی است؟ نامم اژدهار سرخ است. اکای خیالی هستم. تو اکی خیالی هستی؟ برای گرفتن انتقام برادرم آمدم. تو را پاره میکنم. برادرت را من نکشتم. از ترس دروغ گفته از مرگ نجات نمییابی. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما رو میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص مگم و کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو رو گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه با وقتی خوش، با سر بلند، با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارن. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانسه گذر اومدن نمیتونن، البته شما زنگ زنید ای تای دم اومده شما را میگیرن، برای شما سربلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. شفیار موگم و کاندوکتور کوچکار. راست میگه. من به شما گفته بودم که اژدهار سرخ میآید. انا اژدهار سرخ آمده است. شوکت را چه خیلی پاره کرده است. ندیده سردارم؟ چیا میگویی ابله؟ از کجا فهمیدی که اژدهار کرده است؟ این مردک دیگه کی خیلی بیرحمه. پای شمشیر در لباسش ندیدی؟ فش 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 فش. انیق اژدهار سرخ. رفتیم لبین، رفتیم. قاتل اژدهار سرخ. همه ما رو پاره میکنه، همه ما رو. تو خواهی مرد جنگاور. خانه برادرم در زمین نمیماند. گوش کن دوستم، عجبا مرده باشند. چی میدونم اکی جوهر، انشالله نمردند. این را کی کرده باشد؟ عجبا نمیدونم اکا. این کار را بینه در بین کوچه. ای مردک چی کم شیده ایجا ده. چی گپ شده است اینجا؟ کمیسر کنان دیوانه و آدمهایش را وحشیانه پاره کردند. سردارم اینو را اژدهار سرخ پاره کرده است. آیا زنده باشد؟ این کار بسیار دوام کرد.
پروا نکن جنگاور. زخم شمشیر درد نمی کند. چشمانت کشاده میموری. تو را کشته دلت را برآورده میخورم. سردارم اژدها یوسف برای گرفتن قصاص برادرش خیالی آمده است. همش معلوم است. چی میگوی دیوانه؟ ای بچه، خیالی را جنگاور کشت. اژدها را از کنان دیوانه چی میخواهد؟ ای سردارم نمیفهمید پیش از اینها شوکت را کشت. از روی الفبت کشته است آدم را. بعد اینا نصیب باشد نوبت خود ماند. ای را گم شو ترسان چکی دیوانه. الو گوش کنید. با قصر زهراشانلی دو گروهی پلیس ها را روانه کنید. من هم می آیم. حیاتت به آخر میرسد. نه چرا من اینقدر تشنه شدم؟ برای پلیس ها دعا کن. هر کسی که به تو یاری میدهد با تو یک جا میمورد. خون برادرم را در زمین نمیگذارم. با تو گفتم که برادرت رو من نکشتم. پگاه کسانی را که به تو یاری داده بودن میکشم. راهم را گرفته نمیتوانی. تو را از همه آخر میکشم. خدای در این وقت شب کی باشد عجبا. سلام و درود به پایان با کلی مردم شریف تاجیکستان، با کلی مهاجرانی که از وطن بیرون هستند. سلام و درودی ما را بپذیرید. الهام جان شادی هستم و نگفتن که به شما یک شرکتی را پیشنهاد میکنم که شرکتی باورناک به همه چیپته های خود یعنی که کفالت میدهد. شرکتی که در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه، مسکو، پد مسکو حضور دارد. شما میتوانید از غریبی به وطن، از وطن به دیگر گوشه و کنارهای روی دنیا یعنی که سفر دارید. شما حتما به این رقم های بالای اکران زنگ زنید. البته به شما دستگیری میکنن و آدمایی که عائلوی سفر میکنن حتما 35-40% سکیدکه کرده می شود. شرکتی که 7 سال شد فعالیت دارد، باورناک. خدا نگهبانی همه شما. وایبر، واتساپ، ایمو، تمام چیزایی که در این بالای اکران میبینید شما می توانید مراجعت کنید. خدا نگهبانی همه شما. کسی را که میکوبید در اینجا نیست. کالتاکیلاس را ما ندیدیم، در اینجا نیست. برای کالتاکیلاس نامدیم خانم. کمیسر اونال ما را برای پرسش روان کرد که یگان حادثه رخ داده است یا نه. در گرد و اطراف خانه یگان کسی شبهناک را ندیدید؟ نه،
ما هیچ کس رو ندیدیم. سردار امی اجدار یک عاقب پدر آدم بدست. ماهی رمضان نگفته همه آدم را کش. نوبت خود اکا. چی ها میگوی لوند؟ آخر او آدم کش دیوانه است. رمضان رو از کجا میداند به شرف؟ دستگاهی آدم کشی است. بله سردار، همین مدت ضررش نرسد او طرفش توکلش بر خدا. ندیدی آخر کنان دیوانه و آدمهایش سلاحهایشان را ناکشیده در یک ثانیه آنها را پاره کرده است. اکاونل بگو که نمرده هن زنده نه؟ نمیدانم لوند، نمیدانم. وضعیت وزنین است، کمتر پس میفهمیم. بین اجده سرخ نباشم. لبای سردارم در قصر هیچ کس رو ندیدن. اینجا هیچ گپی نیست. شد من میآیم، باز از آنجا دور نشوید. چی شده باشد؟ پلیس کی را میکوبد؟ نه ترس جانم، برای تو نامدند. یک آدمی شبهناک رو میکوبند. نامش چی بوده است؟ سرخ بوده است؟ چی بوده است؟ یزدان پلیس ها رو برای همین به اینجا روان کرده است. گویا من این رو نمیفهمم. اون رابین حالا هم از پس من است. جانم آروم باش، برای تو نامدند. رفتن که اخیرون ها. خیر هیچ گپ نه. بیا خواب میکنی. بیا. پگاه بر وقت میخیزی. زیا تو چرا در بری من خواب میکنی؟ چه گپ است؟ در کجا خواب کنم؟ در زمین. دیگر در کجا میشو؟ خیر زهرا، چرا در زمین خواب میکردم؟ زیا ما حالا نکاح نداریم. جایز است مگر؟ جایز است. بیا. نیست جانم. خیز کنی. خیز. این کار را بینم. به خدا پگاه اولین کار اجری را دعوت کردم. با تو نکاح میکنم. قسم میخورم. دلگیر شدم. خیر جانم، خوبی خوش. شب بخیر. بین هم تو در زمین خوب کرده عادت کرده یه. بسیار راحت است همی خیلی؟ بستون مهره فایده داره. هجری؟ کجا شدی؟ 2 ساعت است که تو رو منتظرم. با نفشت طاقت نکرده خواب رفت. چی شده است به تو؟ هیچ چیز نیست. چی خیلی هیچ چیز نیست ها؟ مثل که با کسی جنگیده ای. چی شده است؟ بیمار شدی؟ خونو خوردی؟ چی؟ زود لیمو و پودینه جوشانم برایت؟ چیزی نیست سنم. خوبم من، رحمتی کردم. چی خیلی یعنی باوری داری که خوب است هجری؟ گفتم که خوبم سنم. خوب هستی یعنی؟ بله. همش خوب است. بله سنم، همش خوب است. همه طرف خوبم من. چرا اینقدر خوشحال هستی هجری جان؟ نمیدونم، همین خیلی می نموید. مادام خوشحال بودی چرا به خانه در آمدی رنگ و رویت پرید؟
ё ин ки виҷдонат азоб медиҳад? чӣ? чаро ин қадар ҳайрон шудӣ? ман хоб мекунам санам, шаб бахайр. Исто, ту хоб намекунӣ. Ҳозир ту ба ман ҷавоб медиҳӣ. чиро ҷавоб диҳам? дар куҷо будӣ ҳиҷрӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар куҷо будӣ? бо кӣ будӣ? чӣ кор кардӣ? бигӯ. зуд қоил шав. санам, чиро қоил шавам? кист он зан? чиҳо мегӯӣ? кадом зана? ман мунтазири ту истодам, ту бошӣ бо кадом зане дилхушӣ мекардӣ? санам, ин чӣ хел гап аста? ман муаззинам. ин хел корҳоро ман магар мекунам? аслан аз ту бар ин муллои ҳоҷиҳо тарсидан дар кор. тавба, астағфируллоҳ. магар ман ба он муллоҳои гуфтаи ту монанд ҳастам? чаро туҳмат мекунӣ? намедонистам. набошад бидон санам. ман туро дӯст медорам, худат медонӣ. ба хотири ҷоиз нест ба ту наздик намешаваму рафта ба дигар зан наздик мешавам. ақли ту ба ин намегирад магар? дар моҳи мубораки рамазон гапҳои гуфтаашро бин. ҳиҷрӣ, кани як бори дигар бигӯ. чиро бори дигар гӯям? гапи пештар гуфтаатро. ман пештар чӣ гуфтам? охир туро дӯст медорам гуфтӣ ку? кани як бори дигар бигӯ. ҳамин хел гуфтам, ҳеҷ дар ёд надорам. кани як бори дигар бигӯ. кани азизам. майлаш, туро дӯст медорам санам. иҷозат аст рафта хоб кунам? шуд, набошад хоб кун. ман туро субҳи содиқ бедор мекунам. занги соатро мегузорам ман. гарчи зангам лозим нест. бе ин ҳам ман хоб намекунам. майлаш ҷонам, хобо ин дист ки ба ту. бусаи шаб ба хайрамро мегирам. бусаи чӣ? бусаи шаб ба хайр. санамҷон, бусаи шаб ба хайр ҷоиз нест. баъд аз никоҳ мешавад. ин ҷоиз нест, он ҷоиз нест. кофист акнуне? худоҷон, ҳар чӣ зудтар хонадор шавему ҳама чиз ҷоиз шавад. дӯстонамро бояд муҳофизат кунам. аждаҳори сур хатарнок аст. худоё, дар ин кор ба ман ёрӣ бидеҳ. санам, санам, бо диққат бош санам. санам, санам, худатро эҳтиёт кун санам. ҳиҷрӣ, маро садо кардӣ? санам. ҳиҷрӣ, маро садо кардӣ ҷонам? санам. хоб аст ку? санам. ҳамин ҷоям ҷонам, ту хоб кун. чӣ хел зебо хобидааст, мисли кӯдак. аҷабо аз рухсораш як буса кунам ё не? мешавад? не, намешавад, ҷоиз нест. аммо як борак чӣ мешавад? бо як бусаи хурдакак ӯро чӣ мешавад? уф, ҳиҷрӣ, ором намеистӣ ку? гоҳ ба рост, гоҳ ба чап мегардӣ, бусида наметавонам. охир танҳо як бусаи хурдакак. ҳозир туро мебусам, худам мебинӣ.
шуда? тавба, астағфирулло. гуфтам як буса кунам, ин ҳолобин дар моҳи рамазон ба гуноҳ даст мезанам. ба худо майлаш, ман набусам беҳтараш. занги соат мегузорам. субҳи содиқ мехезем. уф, бусида наметавонам. سلام بر رمضان، به ما آوردی صفا. شکری هم به درگاه خدا، در هر نفس 1000 بار. به عالم آوردی مژده، به عالمیام آوردی مژده ها. درخت ها میکنند سجده برای آمدن ماه رمضان. چشمانمان روشن باد چون روزهای مبارک رمضان. شاه 11 ماه دیگر خاموش آمدی به خانه ما. شام که ماه را دیدیم به اندازه شکرانه کردیم. شکمی من طاقت ندارد زود برای صبح خوردن خیزد. ای مردم زودتر خیزد که وقتی سحر خوراک شد. این صدای چیست؟ ای مردم بخیزد که وقتی سحر خوراک شد. چی گپ شده باشه؟ صبح صادق شده شما از خواب نمیخیزد. پدرت به نزدت آمد چرا از جایت نمیخیزی؟ پسری ناخلف هستی چرا در صبح صادق نمیخیزی؟ خیز که ناخلف حاضر تگی پایت نکنم. پدر چرا این رو در بخی گوشی من مینوزی ها؟ خاموش ناخلف، گپ نزن، برای سحرخوری آماده شم. صبح صادق شده است، بلبل ها صدا دارند. به افطار که رسیده دلهایمان پیوست می شوند. مناره ها صدا دارند. صفهای نماز پر شدند. از رمضان نصیب نمیگیرند غافل هایی که در خواب غفلت هستند.
چرا خواب میروی چرا خواب میروی از این خواب فایده به دست نخواهی آورد کنی خستن نماز را بخوان جنت اعلی را صاحب میشوی این چی خیلی خواب است چی خیلی سخت خواب رفتند این قدر دایره زدم هیچ کس بیدار نشده قدر این ماه را بدان شکر نعمتش را بجار در ماه مبارکی رمضان حق را باید عبادت کنیم گناهی تو بسیار است کنی بری توبه برخیز رو از اینجا چی کار میکنی ها؟ دیوانه زیو سر برای سجده می رود آب از چشمه ها می رزد زود برخیز ای غافل برای نماز تو چی کار میکنی ها؟ مگر آدم رو همین خیل بیدار میکنن پرده گوش هم داری بسیار گپ نزن ساخته کار صبح صادق شد برخیز بلبل ها صدا دارند تو حالا هم در خواب هستی مگر تو روزن نمیگیری وقتی نهار فرا رسید خوشبختی نصیب توست برخیز ای سلطانم این تلاشم برای توست جناب عظمی این دلم مثل خنجر است که در بالای آتش است باید قدر و حرمت یکدیگر را دانست سلطانم خیز که صبح دمیده است قربانت شوم من تو را قربانی تو می شوم آی اوف تمام اوف تمام جناب عظمی تمام چی شد سلطانم؟ بیدار شدی؟ همه یک جای خستیم در راهی حق قدم ماندیم هر نفره که روزه خوب می دارد عاقبتش بخیر باشد پدر قربونت شوم التماس این رومون چی هسته؟ خاموش ناخلف شاه 11 ماهی دیگر پر قیمت و گران است به این جهانی ما آمد
خوش آمدی رمضان، خوش آمدی رمضان. سردارم این حالوی در ماه مبارک رمضان در بیمخانه سحرخوره کرده شدیم. چی از پسرم؟ پلیس را لازم شود در همه جا خوراک میخورد. درست میگید سردارم، برای ما همه جا رمضان است. ما باید 24 ساعت روزه بگیریم. چی میگویی تو؟ حالوی اکا خوراکت را بخور، کمی خاموش باش. نوشی جان سردارم. رحمت بشر، بیا یک جای خوریم. نهار نخورده ای؟ بفرما. رحمت سردارم، ما با بچه ها میخوریم. بخیر، از چیزی شده است؟ اویدی ترکیش انبار دلیلی که شما فرستادید از طرف سود قبول نگشت. همین رو گفتنی بودم. چی خیلی قبول نشده است ها؟ سود برای ناکفایگی دلیل ها دل رو محکم کرد. چی خیلی محکم کرده است؟ مایلی باشی برای اگون چی بخی وقتی بوم شد. هوی خواهی جان. اوه کلتکلاس، از دست من خلاصی نداری تو آشنا. سردارم چرا چنین میگوید؟ وقتی که یگان دلیل از جنایت او نداریم چی خیلی اثبات میکنیم؟ چی میگوی دیوانه؟ کلتکلاس با زبان خودش اعتراف نکرد که برای حمایه خودم من سقراط را کشتم. هم مردک در پیش سودیا باور داری که کلتکلاس میخیز هم خیلی گپ میگن. حیات داره و مردک که قبول نمیکنه برای که ما یگان دلیل نداریم. اوه کلتکلاس. سردارم اینو آخیر اژدها رسول چقدر آدم بی وجدان و بی اخلاق بوده است. دو آدم خوب را کشت. دو کسی دیگر از پشت او در کام است. سردارم الو چی گپ شد؟ تمام سردارم انبار را که اژدها سرخ استفاده می‌برده است بچه‌ها پیدا کردن. انبار گفتی؟ اوه میریم کابینالیونی رفتیم. نمونده کمی را شروع بخوریم سیر کنیم. زیا ما چند ساعت روزه میگیریم؟ قریب 17.5 ساعت. قریب 17.5 ساعت؟ بله به خدا. کاش رمضان رو در انتارکتیدا میگذرونیدیم. حاضر آنجا زمستان است. یک بار فکر کنید افطار را ساعتی 4 یا 5 میکردیم. چی خیلی خوب میشد. سلطانم تو امر کن، در حال تو را به سیبیر میبرم. وای ازمی جان، تو میدونی پیشتر دومولا بودی. من کسلی قند دارم. اگر روزه نگیرم میشود؟ البته میشود. ماند از برای خدا. این آدم دیوانه است. ملاگیر از کجا میداند؟ مگر از تو پرسید ساختکار؟ از من پرسید. منزیو با این دیوانه سر کار نگیر. ملش کافی است. پدرم را دیوانه نگوید. یا ندیدی؟ پسر هم مثل پدر هیچ فرقی نداره. تو دعا کن که در ماه مبارک رمضان هستیم، وگرنه در رمضان نمی بودیم چی میشد؟ ای بس آخیرای از صبح سار نکنید. خوب شده است. سلطانم تو از خندیده شیرین تر هستی. نه البته. جونی من کنی دهانت را کشا که بینم. ای ازمی جان چیکار میکنی آخیر؟ کنی خور شیرینکی من. جانم نوشی جانه شد. کلون دوتی آخیر. جانی من کنی کشا دهانت را کشا. اینش رو خودت خور. چرا برای خودت کم برداشتی؟ مربای انگوری رو زیو تو هم به من مربای انگور میخورانی؟ آبا زهرا خودت بخور خیلی. آخر من از دست تو خوردن میخواهم. مثل این دیوانه رومانتیک نیستی مگر؟ از برای خدا در صبح صادق از کجا رومانتیکه؟ نکنید این کارها. دیوانه همش از پشت تو شد. اوف ما چی نگاه داری تو؟
مربای انگور دهم؟ نمیخواهم جانم، رحمت. آخر کمی. چیکار میکنی؟ نمیخواهم میگویم. دیوانه هستی؟ چی هستی ها؟ اقلا یک قشوق ها کنی؟ شد تمام دهو خب کن. کنی آفرین. نوشی جانت شود، شیرین شود. کونه لوشی که با کسی یک ماشین قفونه رو سردار در داخل در دیوار بعضی رسم ها هست. رسم کی پسرم؟ از کمیسر لوینت و رسم شما هم هست. چی میگویند؟ کنیاک سوئیست؟ سردارم او برای کشتن همه محله آمده است. به اینجا نگاه کنید، صورت هممون است. او مگر دیوانه است؟ صورت من یک جا افته باشه در بالای موت خط نکشیده سکونر برای می زنده ایم. ملیس تو چیکار میکنی ها؟ کافی است. ما در 17 ساعت روزه میداریم، خودم رو سیراب میکنم. ملیس سفسطه مگو، تو اشتور هستی که خودت رو سیراب میکنی. مان وی رو مان. زیو نه روزه دار باشی دوش گیره روزه اد میشکنن مگر؟ نمیشکنن. ساختکار خاموش باش. تو از کجا میدانی ها؟ از کجا میدانی؟ مرا پرس دخترم، مرا نمیشکنن. من چی گفتم؟ یگان چیزی دیگر گفتم مگر؟ داملا منم. تو نیستی، تو ساختکار هستی. دیوانه. کلتکیلس، کمال سیاه، عدنان جسور، هجری، بابای قدیر، اینش منم. آخرین به این سفره بینداد همه رسم زیبایم را گذاشته است. چه خیلی دلش بین میشده باشد. جوانی زیبا، سیمپاتیچ نی. خیر نبود. شیقو او را کشت کو. کنانی دیوانه، شرف، خدا رحمت چو کنه. نمک و آدمی خوب نبود. این آدم بسیار تیز حرکت است. این آدم را زود دستگیر کنه لازم، وگرنه همه جا پر از خون می شود. در کجا پنهان شده باشد این آدم؟ اژدهاری سرخ در جایهای تاریک زندگانی میکند سردارم. کدام زمان از کدام چقوری میبره هیچ معلوم نیست. سخت میترسم.
بس کن فانتازیا رو. آخری برادری اودیسه این خوش رو ببینه. اکه اونالت زنگ گرفتی مزه زن چشیده ولی من مزه زن نچشیدم آخی. میفرم در آغوش سیلین بمونم. کالتا کلاس از آزاد شدنش شاد نمیشود. بین در روی خط مرده او هم هست. سردارم فکرای ایندیس که میکنی کو؟ اگه تو گفتنی که قطعی اجدهار سرخ همکاری کنیم و کالتا کلاس با قپیم بکشیم حاضر بس من کالتا کلاس زنگ بزنم نقشه شما را گپ بزنم. سفسطه نگو. من این خیلی نگفتم. من با یک جنایتکار برای دیگر جنایتکار همکاری نمیکنم. اکه اونال چکور میکنیم اکه اقلا نفقه میبرماده این نفقه ما یک نولانو نخورده می بدبخت مرا میکشه. لوینت خاموش باش خاموش. من اینم را خوردی خاموش. ایجریه برادر زیبایم چقدر بی‌طالب بوده ای. حالا زن نگرفته لقمه اژدهار سرخ میشوی. آخر اژدهار سرخ به عقل است. تو چی میخواد؟ سردارم در حقیقت کالتا کلاس رو میدونم. خودم رو هم میدونم. اژدهار سرخ از هجری چی میخواد؟ از برای خدا او رو چی اینجا چسبانده است؟ یعنی چرا او رو میکشته است؟ لوین تو درست گفته بودی. این اژدهای سرخ هر کسی که به مرگ برادرش علاقمند باشد کشتن میخواهد. مرا فهمیدی؟ خوب سردارم ولی خیالی رو ما نکشتیم کو. جنگاور او را کش. اما چنین است. ولی این دیوانه فکر میکند که ما با جنگاور همکاری میکنیم. درد اساسی او جنگاور است. او را در آخر میگذارد. پیش از او اینها رو میکشد. سردارم حالا هم سری وقت است میدونی. هرچی زودتر اینجا هوی خوردن در کار. تو چی میگویی؟ ما پلیس هستیم. کاری ما اینها رو محافظت کردن است. ما رو که اژدهار سرخ محافظت میکند اکه اونال یک بار فکر کن به عقل. لوین عجب اون نوبتی کی باشد؟ انیق نوبتی من است. بسیار با مزه خوردیم. مادر جان مرا پگاه تا افطار بیدار نکن میلش. البته می شود. یگان خواهش دیگر نداری؟ ما همه روزه می داریم. تو خواب می روی نگریز. اوف مادره با سر نکنی. مرا بین با خواب رفتن روزه نمی گیرن. خواب نمی کنی. وای میشود خانم تولین مونی دختر بیچاره خوب کنه. زدکه نیست نگدیای. آخیر چرا پدر من هم تو عصر خوب میرفتم. نمیشود. در صبح بر وقت میخیزانم تو را. تا شام در روی پایت راست میستی. هیچ خواب نمیکنی. به قدر روزت میرسی. شاید آن وقت آدم شوی ناخلف. اوف پدر به خدا این مراتبه بسیار گپ بد زدید. لوینت همه را خبر دادن لازم. حیات همه زیر خطر است. حیات همه آن کسانی که در روی خطر زیر خطر است. سردارم این خیل باشد حیات ما در زیر خطر است. همین خیل است. اما ما پلیس هستیم. در دست سلاح داریم. خودمان را محافظت میکنیم. کنعانی دیوانه هم آدم‌هایش سلاح داشتن. چی شد سردارم؟ هیچ کار از دستشان نآمد. حق است لوینت. بسیار زود حرکت است. با او با دقت بودن لازم. زود باشید. روزه شروع شد. نوشید زود نیت کنید. از آن صدا داد. بله روزه شروع شد. رسما آغاز شد. خوب که در وقتش آب نوشید. وقت را بسیار خوب میدونی پدر. همش زیر نظارت است. قریب بود که روزه اماشی کند. نپرس در وقتش تمام شد. آب زیاد نوشیدید؟ نوشیدیم به قدر کافی نوشیدیم. به خدا. به تو چیه؟ تو چرا جواب میدهی؟ آخری برادر نامزدت پرسید من هم ساده جواب دادم. چی شد؟ یا خدایا سوال هم پرسد جواب نده. جواب دیم چی میشود؟ با سر نکنید. اوف بس است و خیر بس. خودش چی گپ است که مثل سگ و گربه میچسبه. کدومش گربه است ینگه؟ اوف زهرا
دیگر دهانت را نکشا ناخلف، نکشا. پدر تو از پشت کی هستی ها؟ در پشت حق هستم. سیاه کمال گناهی نداشت، چرا این خیر کردی سیاه؟ تو از پشت کی هستی زهرا؟ از پشت حقم. اینک وقتی روزه شروع شد، خدا قبول کند. آمین. از این وقت اعتبارا ممنوعهای روزه آغاز یافت. همتان زیر نظارت من هستید، با دقت باشید هیچ کس خطا نکند. در این وقت کی است؟ کی باشد؟ اکه اونالم اینجا بوی اژدها رو میکنه، بیا اینجا بریم. اونال گفت؟ اونال از کجا برد؟ با من گوش کنید، باز نگوید که در اینجا هستم ها؟ پروا نکن برادر، مرا باور کن، علال خصوص پدرم را. چی داد میزنی زهرا؟ ما کر نیستیم. یک اونال از برای خدا گپ کم کنید، باید به همه بفهمونیم که اژدها سرخ آمدگی گوشه همشون هم میبره. اژدها سرخ گفتید؟ اوه ای اونال، چرا ما رو اینجا جمع کردی؟ تشویش شدیم از نکنی بگو؟ گپ هایی که حاضر میگویم میخوام آرامانه گوش کنید. مایلش. حیاتی هممون زیر خطر است. چی؟ چی خیلی یعنی؟ چی؟ چی خیلی ها؟ چی خیلی خطری از نه؟ چی گفتن میخواهی؟ برادر خیالی اژدهای سرخ به ترکیه آمده است. اژدهای سرخ؟ اژدهای سرخ باز کی است؟ خیر آمده باشد آمده است. با ما چی؟ حیاتی ما چرا زیر خطر بوده است کی؟ این اژدهای سرخ گفتنی آدم برای گرفتن انتقام برادرش آمده است و در دستش یک روی خط مرگ است. روی خط مرگ گفتی؟ اژدها سرخ بسیار آدمی بدهیبت و بدبخت است. شمشیرش از تیر تیز حرکت است و هر کسی که از پیشش برای دستای شمشیرش میکشد. خوب ولی برادرش رو ما نکشتیم، چرا ما رو میکشد؟ ولی اشین که در آن روی خط بعضی از شما هستید. چی خیلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در روی خط اژدهای سرخ کانون دیوانه و آدمهایش بابای قادر، شوکت با سری مرا به بلا گرفتار میکنی، همین خیلی نه؟ حضرت هجری. چی؟ هجری گفتی؟ هجری گفتی؟ هجری گفتی؟ هجری چی علاقه داره؟ کمال سیاه. کمال گفتی؟ پسرم نترس، من آن اژدهای سرخ را با شمشیرش پاره پاره میکنم. سامورای حقیقی من هستم. تو پروا نکن پدر جان، مرا تنها از خدا ترسیدن را آموزاندن، از بندنی. عدنان جسور. چی؟ تو پروا نکن جانم، من در برات هستم. آخر اونال، من نمیفهمم ملیس در اینجا چه علاقه دارد؟ من ملیس نگفتم که تولین، عدنان جسور گفتم. و باقی مانده من و لیوید هم هستیم. افسوس ما نبودیم. ما خلاص شدیم. پسرم عدنان جسور. خدا. آها ما نبودیم. ملیس فراموش نکن، پسر تواد عدنان رو بگو که دیگر به استانبول نوید. در جایی که هست همانجا پینان شود تا وقتی که ما اژدها سرخ را دستگیر نکنیم همانجا ماند. تمام یزنا. آخر اونال خوب و شما چرا او رو دستگیر نکردید؟ در کجا بودنش هیچ کس نمیدوند. اون مثل خیال است. به این هم نوع برادرش خیال بود که اونها خیالی. بسیار خوب که زیاد در روی خط نبوده است.
زهرا تو خرسان نشو، با تو خبری خوش و یک بد دارم. خبری بد؟ چی بوده است؟ خبری بد این که کالتا کیلاس در روی خط مرگ است. چی؟ غیر امکان است زیایم رو میکشند. در روی خط بوده ایم کو؟ خبری خوش این است که دلیل سمی از طرف سود قبول نگشت تا دلیل نو یافتنم کالتا کیلاس آزاد است. اوه آزاد شدم. اوه آزاد بودم. خلاص شدم. بوسه نکن، اینجا بودی مگر؟ وقتی که تو آمدی در اینجا پنهان شدم. اینقدر باجه بیشرف هستی. این و آن را گذار همکار، چه خیلی خبر خوش آوردی. در دنیا از همه خبر خوشی آورده این بود. همکار نگو مرا. خدر خرسانی نکه کالتا کیلاس اجدار سخ از پس تو هم هست و بطره اون نیست که قفل سنبقه رو بدوه اون میقفت در سر شمشیر میکشه. کیست این اژدهای سرخ همکار؟ این از کجا برآمده؟ چی خیلی همکاره؟ دیوانه هستی آشنا؟ زهرا تو هم با دوست داشتت خیر خوش کنی خوب میشود. به نزدیکی در یگان جایش بکنند. درست در روی خط اژدها کالتا کیلاس هم است. یعنی زورا میتونی که خط کالتا کیلاس عمر بعد خیر باد کنی که دیگر نیست. زهرا نترس تو از برای خدا. تو چه گپ زده ایستاده ای آشنا؟ ما حقیقت گپ زده استم، به عقل و بطره اونال نیست. خدایا من چیکار میکنم؟ اژدهای سرخ از پسمان است. میلیس با تو چی میشود؟ تو در روی خط نیستی، آخر چرا میترسی؟ خب اگر او فهمد که من عدنان جسور هستم چی؟ تو پروا نکن ملیس جان، من اون آدم رو با شمشیر خودش پورا میکنم. اژدها تو بطره اونال نیست، اولی نمیشناسش. کیست این اژدهای سرخ؟ با خدا ما هم نمیدونیم. یکم کس او را حتی رسمش رو ندیده است. مردک میگو که یک آدم پسیخی دیوانه از آن روی خط 2 نفر رو میگن کشته است، 2 نفر دیگر را پورا کرده است. میدونی؟ لیوین چی میگوید یزنا کنی گپ زنی زبانتان رو خوردید؟ آخر زهرا کیها رو کشتی یزنا؟ اگر به هجری دست داده باشد من اون را اولی شده کانون دیوانه و آدمهاش رو پورا کرده است. اکه کانون رو پورا کرده است؟ کانون گفتی؟ با این خانواده کرده با یک کسی دیگر شوکت رو کشته است. شوکت گفتی؟ مردان کمیسر اونال. 2 تاش مرد، 2 تاش در حالت وزنی. اژدهای سرخ بسیار آدمی خطرناک است. هیچ کارش رو نیم کارا نمیگذارد. یرا کرده هایش رو برای توزه کردن تکرارم باز میگردد. یعنی حیاتی همه امان زیر خطر است رفیقان. غیر امکان است. آخر اونال کی مرد کی زنده ماند؟ یگان چیز بگو. تو گفتی ما رو صبح میخیزونی کو؟ اکنون ما چه خیل 17 ساعت روزه میداریم ها؟ زنگ صدا نداد، من چیکار کنم؟ اکا من با تو نگفتم که به این باور نکن. چرا خودت زنگ ساعت رو نگذاشتی؟ خودت چرا نگذاشتی بنفشه جان؟ من با تو باور کردم. تشنه و گرسنه من چه خیل به روح میبرایم. بنفشه مگر تو میروی؟ بنفشه امروز بعد هم میرود سنم. نه من نوبت عادت میکردم. از قیسین گولم خلاص شدم. با هجری تنها میمونم باز. اوف الکه بسیار تشنه شدم. واهمه نکن بنفشه. به این هم در شهرتان 40 دقیقه پیش روزت رو میکشویی. به فایده تو میشود یعنی. چی ها میگویی؟ بنفشه تو امروز روزه نگیر، به این هم در راهی سفر هستی. آماده شو تو رو به ترمینال میبرم، زود باش. کی باشه در این ساعت؟ ایست من میبینم. اکه اونال بخیر است؟ یگان حدیثه شد. هجری سرمون در بلا است. حاضر یک آدم پیدا شده است لقبش اژدهای سرخ. برای گرفتن انتقام خیالی یک روی خط ترتیب داده است. اول کانون دیوانه و آدمایش را با شوکت کشت. چی؟ آنها رو کشته است؟